آخرین باری که زندگی پشت تو خالی کرد، آخرین باری که واقعیت یه سیلی ناجور بهت زد، آخرین باری که اون واقعیتی که انتظار داشتی به واقعیت حقیقی تبدیل نشد، همونجا محل و مکان تولد تمام احساسای منفی دنیاست. و احساسای منفی بدجوری قلب ما رو آزار میده، بدجوری ما رو میشکونه. چاره ای نیست. زندگی از اون دست دوستاست که آدمو غافلگیر میکنه. ذهن ما پیش بینی کننده خوبی همیشه برای زندگی نیست و خیلی وقتا اون چیزهایی که ازش انتظار داریم میشه دقیقاً همون مشکلاتی که باهاش داریم.